پهلوی من قهرمان جهان استاده است. اون نفری که در شرکت وان چمپیونشیپ از تاجیکستان اولین نفری بود که برآمد میکرد. همچنین جوان است که برای نورسان و جوانان تاجیک نمونه است، چون که اگر بگوییم که در کشای اکثر نورسان و جوانان در عالم MMA است خطا نمیکنیم. موین غفورов است، ولی وقت آخر این ورزش است، برد و باخت دارد. اما با وجود این خسته است و هزاران مخلصی که دارد. من این نوبت از موین جان سراول موین جان درود میگم. من باوری دارم که هنوز هم امید، یا به قول دیگر میگن شعله امید فروزان است. هر انسانی که است تا همه وقت امید دارد از خدای تعالی. خب موین جان، این قدر که شما رو تماشا میکنند، تمرین ها چگونه بودن، آمادگی چگونه است؟ فقط برای مخلصان ما دور و دراز نمیرویم. یکم سلام علیکم همه باردارایی که میبینن و تماشا میکنن، دستگیری میکنن. تیاری خیلی خوب بود الحمدلله. شگونه اختا